این روزها که تظاهرات و راهپیمایی‌ها در هواداری از فلسطین و حماس و علیه اسرائیل پایتخت‌های اروپایی رو فرا گرفته و روشنفکران چپ در اروپا و لیبرال‌ها در آمریکا آتش بیار معرکه شدند، برای کسانی که خاطراتشان اجازه می‌دهد که سالهای 1978 تا 1979 رو در ایران و غرب به یاد بیارن، نکات مشترک زیادی رو تداعی می‌کنه. بله، منظور روزهای به وقوع پیوستن انقلاب 57. در سال 1978 در پایتخت‌های اروپایی و واشنگتن در ایالات متحده تظاهرات مشابهی علیه شاه و به نفع انقلاب اسلامی و روح الله خمینی برگزار می‌شد. در اون سالها گل سرسبد فیلسوفان و نویسندگان سرشناس و روزنامه‌نگاران و شخصیت‌های سیاسی برجسته چپ در اروپا و لیبرال در آمریکا دچار یک توهم بزرگ شده بودند. در چنان شرایطی از تلویزیون‌های ماهواره‌ای و اینترنت و رسانه‌های اجتماعی خبری نبود و تنها راه خبررسانی از خارج اعلامیه‌ها و شبنامه‌ها و یا یک رادیوی ترانزیستوری موج کوتاه بود که در پاره‌ای از ساعات شب قادر به گرفتن BBC انگلیس بود. حامیان غربی انقلاب به خوبی توانستند با همین وسایل اندک و به ظاهر ابتدایی ایده‌های واهی خود را در بین مردم بیخبر ایران منتشر کنند و پیر و جوان، با سواد و بی سواد، شهری و روستایی و غیره را دچار همان توهمی کنند که خود دچارش شده بودند. نسلی هم که از نظر فکری معروف به 57 شده، کورکورانه و در کمال ساده‌لوحی راهی را رفت که بعد از 44 سال نه تنها خودشان را قربانی کردند، بلکه آتش این حماقت تاریخی همچنان نسل‌های بعد از آنها را نیز در داخل و خارج ایران می‌سوزاند. در این روزها که 57 به عدد کوردلی و بلاهت تبدیل شده و از آن به عنوان نوعی ناسزا استفاده میشه، باید منصفانه گفت که آن زمان نه تنها مردم ایران بلکه روشنفکران و سیاستمداران جهان، به ویژه در غرب که عمری را به تحقیق و تفحص در مورد امور فرهنگی و اسلامی و سیاسی و حقوق بشر گذرانده بودند، نیز گرفتار این توهم ویرانگر شده بودند. آن زمان تازه اوایل دوران اغواگری بزرگ غرب بود، زمانی که دموکراسی‌های غربی هنوز باور داشتند که می‌توانند لوکوموتیو اسلامی را کنترل کنند و سیاستمداران ساده‌لوح آنها اسلام سیاسی را سدی علیه توسعه طلبی اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی می‌دانستند. 45 سال پیش بزرگان فرهنگ و سیاست اروپا و آمریکا به شخص کوردل و تاریک‌اندیشی مثل رهبر انقلاب اسلامی در ایران ابراز احترام می‌کردند. روشنفکران چپ در غرب خمینی را همچون چگوارا می‌دیدند که بساط شاه را از ایران سراسر فساد و وابستگی به یانکی‌ها در هم می‌کوبد. در نوشته‌های آنها حتی ادعا می‌شود که انقلاب اسلامی یک بیداری مردمی از آلودگی تولید شده توسط جامعه سرمایه‌داری و فرهنگ منحط آن است. لیبرال‌های آمریکایی در نعشگی عجیبی که سلول‌های عقل و خرد اونها رو به تمامی بی‌حس کرده بود، روح الله خمینی را با بنیانگذاران دموکراسی در ایالات متحده مقایسه می‌کردند. در تبعیدش در فرانسه در نوفل شاتو، خمینی شبانه روز توسط خبرنگاران و روشنفکران چپ در پاریس احاطه شده و هر سخن بی سر و ته و خالی از معانی او را با کلی ویراستاری و بزک روانه صفحات روزنامه و رادیو تلویزیون ها می کردند. به جرأت می توان گفت که گویا همه با چشمان نافذ او هیپنوتیزم شده بودند. فردی که قرار بود به زودی رژیم وابسته شاه را به آتش بکشد و البته با همین کار منطقه خاورمیانه را برای چند دهه دچار بی‌ثباتی و درگیری‌های خونین کند که نخستین آن در غیاب حکومتی توانمند و ارتش ملی که سرانش یا اعدام یا اخراج شده و یا مجبور به ترک کشور شده بودند، گریبان خود ایران را گرفت. بله، جنگ 8 ساله. لیست شخصیت‌های فرهنگی دنیای غرب که برای خمینی هورا می‌کشیدند بسیار طولانی است. از برنده جایزه نوبل گابریل گارسیا مارکز گرفته تا ژان پل سارتر، روژه گارودی و میشل فوکو و اریک رولو که در مقالات خود خمینی را با شخصیت‌های اسطوره‌ای غرب مقایسه می‌کردند. این روزها که در رسانه‌های اجتماعی عکس‌ها و کلیپ‌هایی دیده می‌شوند از راهپیمایی فمینیست‌ها و جامعه LGBT و دگرباشان جنسی در حمایت از فلسطین و حماس، به خوبی میتوان به یاد آورد که در آن دوران نیز شخصیت‌های فمینیست و LGBT معروف دنیا
حمایتشان را از انقلاب اسلامی و خمینی به روشنی ابراز کرده و حجاب زنان تظاهر کننده در شهرهای ایران را نماد مقاومت در برابر استبداد سلطنتی و امپریالیسم غرب می‌نامیدند. همان زمان فمینیست هایی از جمله کیت میلت آمریکایی به تهران رفتند. سیمون دوبوار فرانسوی که ریاست کمیته بین‌المللی دفاع از حقوق زنان را بر عهده داشت، یک هیئت 20 نفره به ایران فرستاد که از فمینیست های روزنامه‌نگار، نویسنده، حقوقدان و کنشگر جنبش زنان از ملیت های گوناگون مانند فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی و مصری تشکیل می‌شد. در هیئت همراه آنها افراد جامعه دگرباشان جنسی نیز حضور داشتند. اعضای این هیئت که با پشتیبانی از انقلاب اسلامی رفته بودند تا از حقوق زنان ایران دفاع کنند، با بسیاری از زمامداران آن دوران از جمله روح الله خمینی و مهدی بازرگان و محمود طالقانی دیدار و گفتگو کردند. شاید بتوان در مورد اوریانا فلاچی استثنایی قائل شد که پس از مصاحبه با خمینی فجایعی را که در راه بودند از جمله حجاب اجباری، سنگسار و از دست دادن هر گونه حقوق مدنی برای زنان ایران را تا حدی پیش بینی کرد و بعدها که هجوم اسلامگرایان به غرب را دید، در مقالات و کتاب خود به دولتمردان علیه اسلام سیاسی هشدار داد و پاسخش را با اتهام اسلام هراسی دریافت کرد. سیاستمداران چپ اروپا و دولتمردان لیبرال هوادار حزب دموکرات آمریکا هم از این توهم مستثنا نبودند. تقریبا بدون استثنا احزاب سوسیالیست و کمونیست و رهبرانشان در اروپا از خمینی و انقلاب اسلامی حمایت کردند و تظاهرات بزرگی علیه حکومت شاه از طرف این احزاب و سندیکاهای کارگری برگزار شد. در ایالات متحده آندرو یانگ، سفیر آمریکا در سازمان ملل در دولت کارتر، خمینی را به نوعی دموکرات مقدس تشبیه و انقلاب اسلامی را با انقلاب حقوق مدنی و شهروندی آمریکاییان مقایسه می‌کرد. ویلیام سولیوان، سفیر آمریکا در تهران، پا را فراتر گذاشته و در مکاتبات خود شخصیت خمینی را با گاندی مقایسه می‌کرد. ریچارد فولک، فرستاده کارتر برای ملاقات با خمینی در پاریس، او را رهبر یک انقلاب خشونت پرهیز قلمداد کرد. از این دست مقایسه‌ها و تمجیدها در روزنامه‌ها و خاطرات نوشته شده از آن زمان به فراوانی یافت می‌شود و مقالات بیشماری می‌توان درباره آنها نوشت. واقعیت امر این است که خمینی جنایتکار و حامیانش به نوعی با عقل دنیا و مخاطبان خود بازی کردند. او بنیانگذار رژیمی شد که سرتاسر جهان از اروپا و آسیا گرفته تا آفریقا و آمریکا را دچار ناامنی و مردم رنجیده ایران را بیش از 4 دهه به گروگان و اسارت گرفته است. با این همه از همان زمان سکوت ویرانگری روشنفکران و سیاستمداران غربی را فرا گرفته که در برابر جنایاتی که در حق زنان، بهائیان، نوکیشان مسیحی، یهودیان، اقوام ایرانی و حتی شهروندان عادی می رود، هیچ چیز جز تعارفات دیپلماتیک ابراز نمی کنند. آن لب‌هایی که آن همه داستان در سال 56 و 57 می بافت با سکوت به هم دوخته شدند. در سالهای اخیر که جوانان نسل زد در ایران از این همه جنایات به سطوح آمده و پس از چندین خیزش که با خونریزی رژیم روبرو شد، جنبش ملی زن زندگی آزادی را رقم زدند و وجدان جمعی چنین روشنفکران و سیاستمدارانی را به پرسش می‌کشند، ولی باز هم از تظاهرات عظیم در پایتخت‌های اروپا و آمریکا برای آزادی و دموکراسی در ایران خبری نیست. پرسش اینجاست که سرانجام چه زمانی دولت‌های دموکراتیک غربی چشم‌های خود را باز می‌کنند تا واقعیات و حقایق را ببینند و از زبان لابیگران و فرستاده‌های پیدا و پنهان جمهوری اسلامی چیزها را نشنوند. همانطوری که تمامی دنیا در سال 1979 چشم خود را به روی واقعیت خمینی و ایدئولوژی ویرانگرش بسته بود، امروز هم چشم‌های خود را بر روی حماس و اسلام سیاسی بسته است. تقریباً تمامی مفسرهای سیاسی از گوشه و کنار دنیا بر نقش رژیم جنایتکار اسلامی در حملات 7 اکتبر و شعله‌ور شدن جنگ در خاورمیانه تاکید دارند، ولی این نقش از طرف دولتمردان اروپا و آمریکا یا تایید نمی شود یا تایید خود را چنان مبهم بیان می کنند که کسی از آنها چیزی در نیابد. گویی از اژدهایی که خود پرورش دادند می ترسند. قدر مسلم این است که در میان مردم زخم خورده ایران کم نیستند کسانی که از حضور و پیشروی اسلامگرایان در قلب اروپا
لبخند با معنایی نزنند و در دل خواستار تنبیه جوامع غربی نشوند تا شاید آنها نیز درکی واقعی از 4 دهه رنج و مشقتی که بر آنها تحمیل شده به دست آورند. در این میان کسانی که دائم دم از تشکیل دولت فلسطین میزنند هیچ اشاره‌ای به ضرورت دموکرات بودن آن نمی کنند. گویا متوجه نیستند که اگر این گروه‌های تروریستی اسلامگرا قادر به جنایت‌هایی در شرایط بدون دولت و کشور هستند، وای به روزی که از تشکیلات یک کشور مستقل مثل ارتش و نیروهای نظامی متعارف برخوردار شوند. عین گروه اسلامگرایی که سال 57 در ایران به قدرت دولتی و حاکمیت یک کشور دست یافت و جمهوری اسلامی را با همه پیامدهای خونبار و ویرانش بنیاد گذاشت. حالا همان روشنفکرنماها و همان انسان دوستهای سال 57 در تظاهراتی برای تشکیل حکومت فلسطین و یا آتشبس اسرائیل شرکت می کنند و از حماس و حرکت‌های تروریستی حمایت می کنند. ممنون که تا پایان این ویدیو همراه هم بودین. لطفاً لایک ویدیو رو فراموش نکنید و اگر به این دست مطالب علاقه‌مند هستین لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی مطلع بشین. پس تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.